دوستان عزیز، از نام مولانا و از نام ریاست اتفاق نویسنده‌های تاجیکستان برای همتون درود و سلام. در تمام این پیچیدگی‌های سیاسی که هستند، من فکر میکنم این البته فکر شخصی من است، امروز مردم احتیاج دارند به ادبیات و شخص مثل رودکی و شخصیت مثل مولانای رومی و شخصیت بزرگ مثل حافظ، مثل سعدی که این گونه پیران سخن مردم را هدایت نمایند و مردم را به کار نیک، به سازندگی و مهمتر از همه به اخلاق نیک مردم را هدایت نمایند و مردم بهتر و خوبتر و نکوتر شود. شاعری که از واژه تورنه و تیرز ازاد تا نمیدونم کدوم واژه‌ای که در هیچ جای دنیا نیست در زبان ما، در زبان مولانا هست. معجزه ایشان در کجا است؟ پسری 8 ساله از اونی که میگن با عطار صحبت داشت، 7 ساله 8 ساله میرود ویزانتیا، مملکت روم میرود و در اونجا با کمال معنوی و معرفت و زبانی چنان میرسد که از زبان مولانا ما امروز زبان خودمون میآموزیم. این معجزه است و این معجزه را برای ما آفریدگار در صورت مولانا عطا کرده است. مولانایی که میگه ما ز بالایم بالا میرویم، ما ز دریایم دریا میرویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما ز بیجایم بیجا میرویم. زنده باشید. در خانموزه استاد شهریار رو بدیم، پسرش در قد حیات است، تقریبا 70 سال است پسر خردش. بعد از من گفت که شما گروه تاجیکی، شما گروه افغانا و هندو و ایران هم بودن، پاکستانی و در تبریز. بعد گفت که یک کس غزل دورمشه مولانا رو میرم میخونه، استاد دولتمند از تاجیکستان چه حال داره، که بعد گفتن که این خودش هم میده خیز از نو آغور شد، دیگه عکس برداری زود شد. خب چون که من با تخلص دورمشه مشهور هستم در مردم فارس زبانی، حتی در مردم اروپایی همین دورمشه میگم شما در پاریس انگلیس میگم چی میفهمید از من؟ اینقدر جدی، اینقدر میاین دست خط گرفتم، اینقدر خب قدر آغوش سلام میکنم بعد از برنامه، میگه که اینقدر گرم میخونی دورمشه که همه را میکشی نزدیک میبری. تو خودت میگوی دورمشه اینه که همه را نزدیک دل میبری. امروز در رابطه با شناخت مولانا، مطالعه مثنوی، کلیات شمس، عموما آثار مولانا ما چه وضعیت داریم؟ ما وضعیت خوبی نداریم. اول اینکه میباید در تاجیکستان، در خوجند، در دوشنبه، در قرغان تپه، در خارق، در دیگر کانونهای فرهنگی ما حتما یک بنیادی مولانا شناسی باید ما داشته باشیم. چون که مولانا آثار ایشان بهترین آینه است برای منور کردن راه انسان، خصوصا راه گمراهان، راه آنهایی که برای نقص حقوق انسان مشغول می شود، راه آنهایی که یکی دیگری را چی ظلم می کند، زیر گردون آدم را خورد، ملت بر ملت دیگر چرد می فرماید مولانا. از جانب دیگر باز هم هرچند که تکراری شود من معذرت می خواهم،
همون هر کسی که دور شد از اصل خویش باز جوید روزگاری وصل خویش میفرماید مولانا. ما روزگاری وصل خود داریم میجوییم امروز، اما هنوز به وصال مصنوی معنوی به طریق باید و شاید چی نرسیدیم.